چمندار ما، افتخار از این وطن داره ما. تاجیکستان ما در ایمان جان ما، مهر آن در جان و تن داره ما. به سرای ما صفایی دوستی، از وفاداری سخن داره ما. کشوری همچون چمندار ما، افتخار از این وطن داره ما. از بیماران و بخش هموطن، از محبت انجمن داره ما. حفظ آدم اتحادی خلق را، تا دم جان در بدن داره ما. کشوری همچون چمندار ما، افتخار از این وطن داره ما. دارم وطنی که چون گل و گلزار است، بر دیده من عزیز و ناتکرار است. دارم وطنی که چون گل و گلزار است، بر دیده من عزیز و ناتکرار است. چون او چمنی خوب و دلارام بود، چون او چمنی خوب و دلارام بود، زیبایی یگانه و قدم بردار است. دارم وطنی که چون گل و گلزار است، بر دیده من عزیز و ناتکرار است. سجام و یک اشارتش میبخشم، سجام و یک اشارتش میبخشم، جان بخش من در وطنم بسیار است، بر دیده من عزیز و ناتکرار است. چون گل و گلزار است، بر دیده من عزیز و ناتکرار است. بر دیده من عزیز و ناتکرار است. در پیکر ملتم چو دل میمانی، خورشید تبار و وارث سامانی، از اوج سما به بختی آمده. ای شخصی پری مقدسی از دانی، ای شخصی پری مقدسی از دانی. از چهره تو نور عدالت بارد، از هر سخنت مهر و صداقت بارد، از هر سخنت مهر و صداقت بارد. معماری سعادت کده صلح وطن، هر جا که قدم نهی سخاوت بارد، هر جا که قدم نهی سخاوت. در کوله عدل پرچم ننگ وطن، عالم بگرفت صفای فرهنگ وطن، عالم بگرفت صفای فرهنگ وطن. از منبر هر انجمن گوی سخن،
از لحن تو بشنویم آهنگ وطن، از لحن تو بشنویم آهنگ وطن. سیاست آموزد، دنیا سبب سیاست آموزد. ای مرد بزرگ تاجیکستان منی، ای مرد بزرگ تاجیکستان منی، ای مرد بزرگ تاجیکستان منی، ای مرد بزرگ تاجیکستان منی.
بنی زیبا از نامی اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به اهل هنر تقدیم می گردد. سلامت باشید، سلامت باشید. حاضرین محترم، من دیگران را نمیدانم. آن چیزی که امروز من شاهد هستم در پی این زیاده از 30 سال، من هزارها مراتبه احسن آفرین میگویم به همه اهل صنعت، فرهنگ و همه اشتراک کنندگان این محفل بسیار باشکوه و سطح بلندی که شما امروز برای مردم تاجیکستان پیشنهاد کردید. سالهای پیش بودند، لیکن این گونه چهره زیبا و این گونه آزادی و با این گونه شکوه شامت نمی گذاشت. احسن خودی همین میدان شاهد آن است که ناحیه های وادی رشت سطح و صفت زندگی مردمیان مثل همین چهرک های خیلی زیبا، مثل ماهتاب زیبا، انا همین طور زیبا شده ایستاده است. احسن نورسان، جوانان، دانشجویان، همه که به این چهاربینی و این محفل فعالانه اشتراک کردید، من بسیار با دقت تماشا کردم و گوش کردم. احسن به شما، احسن، آفرین. انا همین طور اکن باید هم خوانیم، هم زبانهای خارجی را از خود کنیم، هم صاحب کسب و هنر شویم، علم آموزیم، متخصصان بلند پایه شویم، وطنمان را آباد کنیم، بنیاد کنیم. این وطن وطنی ما و شما، ما برای شما نورسان و جوانان امروزه کرده ایستادیم. شما صاحبی کردنشان نکن. آینده با بسته‌کاران، با همه آنهایی که با صحنه گذارندگان، با سراینده ها، مطربا، من به شما یک جهان تشکر میگویم که در این محفل بیگاهی موسیقی های نو و شعر و سرود های نو ایجاد کردین. در اینجا زمزمه شد. باز هم ایجاد کنید، باز هم ایجاد کنید. دیگر که استقلالیت این سال جشن 33 سالگی است. ما تیاری دیده ایستادیم که جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی را با شکوه شامتی خاصه و با یک کشوری زیبای خوب پیشرفته استقبال کنیم. یعنی ما از پگاه باید از قفای خواندن، از قفای کار، از قفای زندگی، از قفای تیاری به دوره تیرما زمستان، یعنی حیات ادامه دارد، زندگی ادامه دارد. باید ما رشد کنیم، ترقی کنیم، پیشرفت داشته باشیم. وطن ماند، دولت ماند، سطح زندگی ماند بازم بلند کنیم، بهتر کنیم، خوب کنیم. جوانان، وطن مای شما، دولت مای شما. صدقاً وطنمان را دوست داریم، صدقاً با زبانمانی، با قلبمان دوست داریم. خوانیم، دانشمند شویم، عالم شویم، مهندس شویم، معمار شویم، سازیم، بنیاد کنیم، صاحبی کنیم.
آبروی دولت و وطن عزیز و محبوب ما را در عرصه بین المللی باز هم برابر داریم. بار دیگر همه شما را من به شرافت جشن استقلالیت و زحمت‌های که شما در یک مهلت خیلی کوتاه آمادگی دیگر در چنین یک ساعتی بلند گذراندین، با همه شما احسان آفرین میگم. یک جهان میرداری خود را میرسانیم. سلامت باشید، خوشبخت باشید، سلامت باشید، سلامت باشید.